سلام بیننده عزیز. در تاجیکستان سامانه نوی تحلیلی با نشانی نقطه تیجی به کار شروع کرد. هدف از تأسیس این سامانه نشر مطلب‌های تحلیلی و آماده کردن تحلیلگران جوان گفته شده است، بخشی که در سالهای اخیر در تاجیکستان کمتر رشد کرده است. این سامانه در شرایط به کار شروع می‌کند که سازمان‌های حامی حقوق از محدود شدن آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی می‌کنند. این سامانه چه هدف‌هایی را پیگیری می‌کند؟ آیا آن نیز برای خود یک خط سرخ مقرر کرده است یا نه؟ برای صحبت بیشتر در این باره همصحبت ما هستند نبی یوسپوف، رهبر سازمان میدیا کانسالتینگ و مؤسس سامانه نقطه تیجی. خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولم این است که برای تأسیس یک سامانه تحلیلی چه ضرورتی وجود داشت؟ ضرورت همین بود که ما دیدیم که در همین اولی سال بسیار وضعبینی غلطید برای وعوی تاجیکستان. بسیاریشون مجبور شدند که بندند یا یک مدت منع کنند فعالیتشون. مثال همین هفته‌نامه چرخی گردون، دایجست پرس، این مدیا هولدینگی محبت و اویلا و دیگران. چند ژورنالیست بکار موندند. همین هموشه فکر کردیم. من گفتم باید که یک لایحه تشکیل کنم و پیشنهاد کرده بینم با سازمان‌های بین‌المللی اگر یگانشون دستگیری کنن همین چیزا با پیش برم. عموما آخر وقتا من دیدم که ژورنالیست‌های همین تحلیلگر یا اکسپرت‌هایی که پیش فعال بودن آنچه فعالیتشون سوس شد. برای همین من حرکت کردم که همینا بیکار نشون، گم نشون، علاجش یافته یاردم کنیم. شما سالهای زیاد است که رسانه‌های تاجیکستان را مانیتورینگ یا تحلیل می‌کنید. در چنین فضا نقش سامانه خود را چگونه می‌بینید؟ راستی که من خودم هم حاضر کار سر کردم و لیکن 100% گفتن نمیتونم که کارم موفق میشد. لیکن من حرکت میکنم که یک کمانده مستحکم یابم. کمانده که میخواد کار کردن، میتواند کار کردن. یعنی میسیه سامانه نقطه تیجی چی است؟ از بسیار مجله که ما کارشون سوس شده یا نمیتونن معاش دادن، ما پیشنهاد میکنیم که من مرحمت از سامانه ما مقاله گرفته میتونید که با مجله و صحیفه خودتون جایگیر کرده پنگ کنید. رایگان ما برای حاضر سال اول مجبور نمیکنیم که نامی سامانه هم گیرن، نامی مؤلفه گیرن. بس نامی سامانه هم شرط نگرفتن، نامی مؤلفه گیرن. لیکن همین نگاه داشتنی این ژورنالیستو بقوتر شده. آیا سامانه نقطه تیجی خط سرخ دارد؟ خط سرخ من میفهمم حاضر زمان به این نمیشود. بسیاری وعوی تاجیکستان برای خودشون خط کشیدن. ما داریم گفتن نمیتونیم، ولی هست یا نیست ما کار نو شروع کردیم. لیکن فکر میکنم که برای خودمو موضوعهای خود تنظیمی میداریم. یکون که همون گفتی شما خط سرخ میکند، همون موضوع ما با فکر کردن میبریم. مبلغ گذار سامانه شما کی است و تیم شما از چند نفر عبارت است؟ از مبلغ گذاری که ما گرفتیم این همگی برای 4 کس، 4 نفر کمانده غیری محاسب 5 کس گرفتیم. مبلغ گذارش ما گفتم اینستیتوت جامعه شد بنیانی بدات بود. بخش تحلیل در رسانه‌های تاجیکستان سالهای اخیر چندان رشد نکرده است. سببش رو شما در چی می‌بینید؟ یکمش این تحلیل رو با 2 قسم تقسیم کردن در کار. تحلیل ژورنالیستی، این ما می‌دونیم که ژورنالیست‌های خودمون میگیرن یک موضوع میوون، 3-4 اکسپرت‌های 3-4 طرف آدمای میپرسن، بعد یک مواد میسازن. این هست تحلیلگرایی که اکسپرت‌هایی که ما میگویم و خوب در همین ساحه کار میکنن. مثل اقتصادچی و اقتصاد رو خوب میدوند، اما موضوع خودش نقض دونسته، مانیتورینگ کرده یا تحلیل کرده، همه‌اش جمع کرده. بعد با ما یک مقاله پوره با صورتاشو، با گرافیک، با اینفوگرافیک پیشنهاد میکند. من میگم مرحمت برای شما یک موضوع
ҷолиб. Журналистои ҳозираш ба хел гирем, агар экспертои мо намехоҳанд бо пули кам кор кунанд ва ё мегӯянд ки ҳозира замонбо ваҳои тоҷикӣ маоши ё ҳамон гонораре ки пешниҳод мекунанд кам аст, барои мин намехоҳанд бисёрешон. ғайри ҳамон ки бо ваё метарсанд ки як марзаи сурх аст, бо ғайри ин мегӯянд ки гонорар хеле маҳдуд, мо барои мин наменависем. Лекин мо мебинем ки ин мақолаҳои нағз дар бораи Тоҷикистон дар ваҳои байналмилалӣ пайдо мешавад ва муаллифош бо номҳои тоҷикӣ пайдо мешаванд. аз рӯи дараҷаи шартии 5 баллӣ шумо ба вазъи озодии баён чӣ гуна баҳо медиҳед? Максимум 3 будагис. 3 плюс минус. Инҷа як мавзӯи баъзе вақт мебинам ки қариб 4 мерасад, баъзеашо мебинӣ адду поён, ҳамон ба средниш 3 будагис. ташаккур барои суҳбат. тамошобинони азиз меҳмони мо буданд Набӣ Юсупов, раҳбари созмони Media Consulting ва муассиси сомонаи Nuqta.tg.